بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله روند توزیع بوت‌ها و جمپرهای زمستانی برای فرزندان عزیز ایمیهن، کسانی که در روی سرک معمولا کارهای شاقه میکنن، آغاز شده است. فعلا کودکان رو خوشحال هستین؟ بله. زیاد کم؟ بله. الحمدلله کلشان خوشحال هستن. یا البته دوستای عزیز کسایی هستن که وضعیت بوت‌هایشان متاسفانه به این شکل بوده است. از اکثریت اینا و حتی بعضشان در زمستان با پاپوش‌ها، یعنی با چبلک‌ها، متاسفانه زمستان سپاری میکردن. ان شاء الله روند ادامه داره. ما تا آخر زمستان بیشتر از 1000 کودک ان شاء الله ما لباس‌های گرم و بوت‌های گرم میپوشانیم. خوشحال هستی؟ قبلا با چپلی ها میگشتی؟ پایت یخ نمیزد؟ میزد دیگه. حال خوشحال هستی انشالله؟ انشالله. بخیر باشین. اینی خورترک خود خوشحال هستی؟ جمپر نو باید. خب پلاستیک میفروختی قبلا؟ روز چند کار میکنی؟ روز 100 روپه کنیم. 100 روپه کنیم. دوستان از ان شاءالله روند ادامه داره. لینک مشاهده میکنین. عزیزای دیگر رو میبینین چقدر قطار طولانی شده است. ما همه اینا را ان شاءالله این البسه و این لباس بهشان ان شاءالله میپوشانیم. الله متعال به همه کسایی که در این روند سهم میگیره خیر نصیب کنه. و السلام علیکم.